سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام راز مخفی نوت کوین رو براتون بگم چطور شما بتونید در کمترین زمان ممکن بیشتر نوت کوین رو استخراج کنید. ببینید که من 13 میلیون نوت کوین دارم، هرچند که من توی این ربات اصلا فعال نیستم و فعالیت نمیکنم. توی اکانت مختلف همچنین من نوت کوین دارم، اما خودم اصلا فعالیت نمیکنم و وقت فعالیتی هم ندارم. اما قبل از ادامه ویدیو حتما این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. توی کامنت هم هر مشکل داشتید میتونید بنویسید و براتون پاسخ بدم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. توی ویدیو قبلی من براتون یه سری توضیحات دادم، اما توی این ویدیو توضیحات تکمیلی درباره بیشتر جمع کردن نوت کوین میگم. اولین کاری که شما بکنید قسمت بوست تبات رو حتما فعال کنید. 20000 نوت کوین از شما میگیره، این تبات براتون فعال میشه و هر موقع که شما آفلاین باشید براتون اتوماتیک جمع میکنه. این یک گزینه است که 100% باید انجام بدید. قسمت بعدی برای جمع کردن نوت کوین بیشتر توی کمترین زمان ممکن بدون فعالیت، قسمت فرندز اگر من کلیک کنم باید شما زیر مجموعه برای خودتون جمع کنید. میبینید که من تا الان 204 تا زیر مجموعه جمع کردم با این اکانتم و 5 میلیون و 300 هزار تا تونستم نوت کوین رایگان به دست بیارم. پس اینم یک گزینه است که شما باید حتما انجام بدید تا بتونید نوت کوین بیشتری دریافت کنید، اونم بدون فعالیت. اگر فعالیت کنید در کنارش که خب قطعا نوت کوین شما بیشتر میشه. اما یه دونه گزینه دیگه هم وجود داره. من توی اکانت دیگه برم، اینجا میبینید 3 میلیون و 200 هزار تا است. من قسمت سکه وسط رو کلیک میکنم، دوباره اینو کلیک میکنم، صبر میکنم تا برام اوکی بشه. بله اوکی شد. برمیگردم دوباره ربات رو یه رفرش میکنم، میبینید که 3 میلیون و 700 هزار تا 500 هزار سکه تونستم اینجا رایگان به دست بیارم. به همین طریق شما بتونید تسک های رایگانش انجام بدید و سکه بیشتری دریافت کنید. از این تسک ها، از این وظایف استفاده کنید و نوت کوین بیشتری دریافت کنید. میبینید که من همه اینا رو انجام دادم، فقط 2-3 تاش مونده. اینا رو انجام دادم که البته این تلگرام پریمیوم میخواد و اونم یه سری ارز میخواد که باید وارد کنم که بتونم اونو بگیرم، که حالا اونم انجام نمیدم، اما این اولیو میتونم انجام بدم که اونم انجام میدم. حالا یه سری دوستان گفتن که بعضی کانال‌ها جوین نمیشه، چیکار کنیم؟ رفقا مشکل فیلتر شکن دارید شما، حتما فیلتر شکن رو عوض کنید. جدیدترین نسخه تلگرام رو از گوگل پلی باید دانلود کنید. فیلتر شکنتون رو به طور 100% میگم عوض کنید. من یه آیدی براتون روی صفحه قرار بدم که بتونید کانفیگ از اونجا دریافت کنید. کانفیگ‌های رایگان هم دارم، میتونید برید استفاده کنید. من خودم از این کانفیگ استفاده میکنم و بدون مشکل بودم تا الان. پس شما هم حتما این کار رو انجام بدید تا بتونید نوت کوین بیشتر در کمترین زمان ممکن به دست بیارید. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. توی کامنت هر مشکل داشتید بتونید درباره مشکلتون بنویسید تا براتون پاسخ بدم. تا ویدیو بعدی، بدرود.